یکی از پاها میچسبه به زمین و اون یکی پا جابجا میشه. 1 2. الان میخوام یکم از تمرینات استاندارد فاصله بگیریم و نشون بدم تو شرایط واقعی چطور اجرا میشن. الان ممکنه دستا بیاد پایین. تو این شرایط نیازی نیست این مدلی تمرین بکنید. آره میتونی این مدلی هم تمرین بکنید، اما الان شما دارین یاد میگیرین و ما قرار ساده ترین روش ها رو تمرین بکنیم و تو شرایط ریلکس و راحت تمرین بکنیم. چرا دستامو اینجا نگه داشتم؟ الان مهمترین نکته رو قراره بهتون بگم. کی میدونه چرا دستام اینجاست؟ وقتی دستام اینجاست همه جا رو میبینم. دستها رو از اینجا رها میکنم. تو این لحظه نگاه هم به دستامه. 1 2. نقطه و مسیر ضربم رو دارم میبینم. 1 2 1 2. کیسه بوکس این مدلی در کل طراحی شده برای ضربات بدن. تمرین ضربات به سر و صورت روی این مدل کیسه خیلی صحیح نیست. برای تمرین ضربه به صورت کیسه مخصوص به خودشو داره، برای اینکه شکل سر انسان طراحی شده. روی این کیسه قالب سر وجود نداره، بیشتر به درد ضربات بدن و مستقیم میخوره. برای تمرین ضربه به سر روی پانچینگ بگ کیسه های گلابی ایستاده و آویزون تمرین بکنید. 1 2 1 2. اگه تا اینجای کلیپ با ما همراه بودید ممنون میشم لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. با تشکر.